یهودی صفات عجیبی داره. یک شمینه قرآن کریم در سوره مبارکه 96 میفرماد ولیتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر 1000 سنة و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. بر همه پیداست، خدا میگه که یهود به دنیای امروز از همه حریص تره، طمعش به دنیا از همه انسان ها رو این کره زمین بالاتره. حتی از مشرکین یهودی ها طمعشون برای دنیا بیشتره. قرآن میگه من الذین اشرکوا. ساکت، سکوت کنید. و بقیه آیه اینه. لذا قرآن میگه از این رو بس که طمع دنیا دارن، بس که دنیا رو دوست دارن، هر یهودی آرزوی 1000 سال عمر میکنه و اگر به آرزویش برسد عمر 1000 سال هم او را از عذاب خدا نرهاند و خدا به کردار ناپسندش. خدا میگه اگه یه کاری هم بکنید که 1000 سالم عمر کنید آخرش از عذاب من خدا شما یهودی ها در امان نخواهید بود.